oyna dar kor نیست. ها با کجا؟ چه بگجو؟ توی کی سفرخان آخی؟ چخیلی توی رفیقم و دکور بوخی حیوانات میبرم وعده کدی نمیبریشون کی وعده کردم ما؟ دی وعده کدی؟ اوبا من مرد خفه میشه آخی رو برادرو همه رفته هستن کودکات هم به خفه میشن ایوتاشون ای دستوی حرفی تو همین نکی آخه تا او تیار میشن که من دیر میکنم کودکات تیارن بیم برویم کودکو بیم برویم بچه جونو بیا زلیخا برو سمیر امیر منصور برویم هی نکی دل ما گریف هم باور کد یا یخماز شو نمیگیری یخماز؟ ها خنک شده سای حاضی گرم و خنک میشن گودک میخورد همین یخماز هم میخوره آوازش میگیره مزش میگیره خیلی اقلا یه تاکسی بگی پیاده مونده شدن آخی زنکی ساده ای همین تاکسی آخی راه گشتن در که خونی پاد بوده و روزی دراز در خونه خوابی با میگه تاکسی بگی چی خیلی خونه خوابی کاره خونه را کی میکنه من خوابه باشون خیلی کاره خونه را میکنی اما هم کار چی داخی همین کار خونه را نکنی دیگه چیکار میکنی تو های توبه ها دختر جان پیاده میریم ها من همین پوم شده شد نه میگفتی پوم در میکنه من از پو در نکرده استای ها ساز شدی بی بچم میریم تماشا میکنیم سلام علیکم اکا جان علیکم السلام کودکا یخماز نگرفتی اقلا سیوشون بگی ویا همین سه سامونه اکا جان سه باقی خدمونای سه سامونی برای جانکو دو سامونی ها ای همین کلان شگیرم یکش به پوله است یاتش به پوله به پوله یات ما خیره یگاز گیرسن گیره اینجا ببچم یگاز گیرسن گیره بیا رفتیم اقلا 1 کیلو بگی ای زنک همین تو عقل داری همین اسراف و بالای چی مصرف میکنی بیا رفتیم یگاز گیرسن بیا بچم بیا بچم گیر یگاز گیرسن گیره بیا رفتیم سلام علیکم اکا علیکم السلام کجای رفته استه ما می گودکا و زنک کتی با حیوانو تماشا او حیوانات تاکسی اکا میبرم تاکسی او زنک تاکسی گیرم ها بریم بشینن دیستا بریم بشین از چند سامونی میبری چند سامونی همه داره اوی گودکا ما بچه خیلی کودکو بسوم یانگام قطی خدود 50 سامونی یک خان تابزن یه زنک بیا بشینه اکا ایچ خیلی ها بی عجب میشه حضور بی این تاکسی زور بودن اکی منم شینه گودکا تمام شینه زنک جان ایست درو بشینه نوخی اکا جان گودکا رو بر پیش همین باقی حیوانات فرار ما قطعی انگار پیاده میریم خونی پا ما کار کنه چون میگویند هر چیزی را که آغاز باشد البته او انجام دارد اینجا انجام برنامه ما است و امیدوار هستیم که دوستان عزیز مخلصان عزتمند اگر یک لحظه هم طعم شما را خوش کرده باشیم ما همراه یکی جورخان خودمان را بهترین هنرمندان می‌حسابیم باوری دارم که این صحنه‌ای که ما پیشکش شما گرداندیم طبع شما را خوش و بالیده گرداندن مخلصان عزیز سلامت و سربلند باشید شاد و پیروز باشید